پایتخت فست فود و شیریخ است. دوستان تقریبا سالگرد تجلیل از محفل‌های خردریزه کوچک که گنجایش 100 نفر داره به اندازه محفل خود بوک میکنن باشه. نام خدا بسیار یک دکور زیبا هم داره اینجا که به نامش میخوانن. دیش آمدم دعوای سرد فکر کنم اینجا زیادتر نشینن وطنداران. به خاطر واقعیت و هوا سرد است و استفاده نمیشه. بازم علاقمندی دارن در روزهای هفتگی میشینن. 200 نفر گنجایش داره دیگه جمله 400 نفر گنجایش داره که به خاطر محفل میشن. این سالن دیکور میشه و کس مشتریایی که بوک میکنن منزل 2 سالن طلایی است مکمل بخش فامیلی است. بله فامیلی ها مکمل از این استفاده میکنن. دو کلبه ما که پالو است و یکی روبرو است که وسط بزرگیش زیادتر است نسبت به دو کلبه. کباب ماهی است، کباب کوبیده ماست و کباب جوجه و تکه کباب است. پیزایی که آماده میکنیم این پیزای آخری است که سر میگن پاتنوسی میگن. پاتنوسی. دل و همراهان همیشگی پنجره افغانستان، امیدوار هستم که صحت کامل داشته باشین و بیننده چینل خودتان پنجره افغانستان باشین. عزیزای دل، باز هم در خدمت شما هستم، شما معصومی، با یک برنامه جدید که البته نظر به تقاضای شما دوستا آمدیم تا یکی از مکانهای بسیار زیبا را براتون معرفی کنیم که پایتخت فست فود و شیریخ است که البته من مطمئن هستم هر کسی که اینجا آمده شیریخ پایتخت مزهش و لذتش حتما در ذهنش است که یک جایی است که معروف ترین شیریخ شهر کابل در اینجا آماده میشه. دوستای عزیز، آمدیم که امروز برای شما از رستوران پایتخت معرفی بگیریم. یکی رستوران چی غذاها داره، کدام نوع غذاها را آماده میسازه و کدام سالن ها را داره، کدام سهولت ها و خدمات بر مردم و شهر کابل داره. بیننده برنامه ما باشین، همچنان لایک، سابسکرایب چینل خودتان فراموش نکنین. منتظر نظریات نیکتان در مورد این برنامه همچنان هستیم. بیننده‌های عزیز پنجره افغانستان، قسمی که براتون گفتم آمدیم تا رستوران زیبای پایتخت بر شما عزیزان به معرفی بگیریم. همچنان فعلا هم منیجر صاحب با ما هستن. سلام علیکم. سلام علیکم، شما را خوش آمدید میگیم و تشکر میکنیم از اینکه تشریف آوردید تا رستوران پایتخت به همشهریان عزیز به معرفی بگیریم. تشکر میکنم از شما، همچنان به خیر باشین. میشه که بر بیننده یک معرفی داشته باشین. محمد زمیر نوری هستم، منیجر در یکی از بخش‌های پایتخت
بسیار عالی. زنده باشین نوری صاحب عزیز. برای من بگوین که رستوران پایتخت از کدام سال شروع به فعالیت کرده؟ تقریبا 3 سال از فعالیت پایتخت میشه که قبلا بخشای شیریخ و آب میوه سرای پایتخت بوده و تخمینا 5 ماه میشه که فست فود پایتخت هم آغاز به فعالیت کرده که شامل تمام غذای فست فود می باشه. بسیار عالی. و قسمی که ما دیده بودیم آمده بودیم و دوستان حتما دیده بودن که فقط اینجا شیریخ و جوس بود. بله. که بسیار یک شیریخ مزه‌دار هم از دوستا که نام داره در تمام سطح کابل. بله شیریخ در بار زمستان موجود است پایتخت. واقعا که مشتری ها میشه از طعم و دیزاین و شیریخ تعریف میکنن نوش جان میکنن. واقعا که خب خودت شما گفتین که در بار زمستان هم است. بار خصوصی است که شیریخ است. در زمستان چطور که میباشه؟ والا زمستان هم خودتون است که غذای وطنی ما شما گرم است. طبیعی است در خانه غذا نوش جان میکنن، باز با چیز سرد هم نیاز میشه که شیریخ نوش جان میکنن دیگه. باز مشتری ها میان. بسیار خوب. خب بر ما بگوین که رستوران پایتخت چه تعداد کارمند داره؟ تعداد فعلا چون زمستان هم است به تعداد 50 نفر کارمند فعالیت داره. دیگه بار زیاد می باشه کارمندا و بعد بدون شیریخ جوسای میوه خوش داریم ما که مشتری ها زیاد استفاده میکنن. شیر پسته است، شیر بادام است، شیر چهارمغز است، شیر نوریال است، انواع زیاد داره. یا پولش چهارمغز، شیر خرما و گپاس دیگه مشتری زیاد داره مثل شیریخ. نظر به اینکه 5 ماه میشه که فست فود را آغاز کردین در رستوران پایتخت، بیشتر مردم چطور بوده استقبالشان؟ خوب است، ماشاءالله خوب است. مشتری ها همیشه تعریف میکنن، فست فود هم بسیار خوب پیش میره. بسیار خوب. خب دوستان از این قسمت شروع میکنیم صحبت کرده معرفی سالونای رستوران پایتخت که فعلا هم سالن اولی همینجاست. بله این سالن اول است و بخش جوس ماست، شیریخ جوس است که از اینجا دیگه سالونا آردر میگیرن به مشتری ها و پارسل میشه به مشتری هایی که از بیرون میگیرن پارسلی از اینجا استفاده میکنن. و به تعداد تقریبا 30 نفری سالن ما گنجایش مشتری را داره و سالن‌های دیگه که داخل است باز ان شاء الله می‌بینید. اینجا که مربوط آقایان و جوان‌ها هست. بله این سالن انفرادی است بر بخش آقایان است. بسیار خوب. خب دوستان سالن رو می‌بینین که نام خدا می شروع رستوران به زیبایی خود است که سالن مقبول است و همچنان بخش شیریخ و جوس که است میریم اونجا رو می‌بینیم درباره اونجا صحبت می‌کنیم. فرمایید. خب منیجر صاحب برای ما بگوین که چند نوع شیریخ آماده میشه در رستوران؟ شیریخ فعلا 2 نوع داریم که یکی زعفرانی است و یکی بدون زعفران است. بله در پالوش فالودام داریم. باز در فصل تابستان هم امی 2 نوع است. بله در فصل تابستان هم امی 2 نوع است و شاید که انواع مختلف شود در پالوش آیس کریمی. بسیار خوب. بریم دوستا داخل میبینیم که شیریخ پایتخت چگونه آماده میشه. که بیننده برنامه بودین سالن اول را براتون معرفی کردیم که سالن بود که مربوط شیریخ و آیس کریم و جوس میشد. همچنان آمدیم به سالن دوم که منیجر صاحب درباره سالن دوم معلومات میده. بله این سالن ما لاجورد نامیده میشه. ماشاءالله. گنجایش 100 نفر از میهمانا رو داره، چه محفل باشه چه انفرادی میهمان. بسیار خوب. محفل هم اینجا برگزار میشه. بله محفل دوستا تقریبا سالگرد تجلیل از محفل‌های خوردنیزه کوچک که گنجایش 100 نفر داره به اندازه محفل خود بوک میکنن بجا. بسیار خوب. نام خدا بسیار یک دکور زیبا داره اینجا که به نامش میخوانن. واقعا که مشتری ها میشه من سالن میبینن هیجانی میشن بسیار جای مقبول است. و چی باعث شده که اینجا را به نام سالن لاجورد خود طبعا به خاطر دکورش هست؟ چطور که خواستین تو یک چیز انتخاب کنین؟ به خاطر کمی خود لاجورد کار شدم. شما که قسم میبینید همون دیزاین خود سنگ لاجورد که ما شما معدنایش داریم در وطن همون دیزاین نمیشه کار شده به اون خاطر لاجورد نامیده میشه. بسیار زیبایی. دوستا شما هم در تصویر میبینید که بسیار یک سالن مقبول است که در حدود 100 نفر گنجایش داره. بله.
خب در اینجا فامیلیام بوده میتونن یا فقط انفرادی؟ این سالن ما انفرادی است، من دو در محفل که بوک میکنن فامیلی هم تشریف میرن و ایام دیگه مو طرز سنتی است دیگه دیکورش. بله دیکور است که قسمی که میبینین هم چوکی استفاده شده هم به خاطر شیشتن است. بسیار خوب. هر دو طریقه رو در نظر گرفتن. هر کس مشتریات که چوکی خوش دارن در چوکی غذا استفاده میکنن و جایی که چارزان و سیستمای وطنی ما شماست قسم هم است. و بسیاری از وطنای ما دوست دارن که همت راحت باشن وطنی بشینن نان بخورن. واقعا بعضی مشتری ها میان که جای شیشتن دارین بدون چوکی باز زیادتر لاجورد میان دیگه. به می قسم سالون بالاست و هم جای شیشتن و چوکی داره اون بازرتان باز به معرفی میگیریم. بسیار خوب. در این شب روز چطور است رفت آمد مشتری ها؟ در این فصل خوب است یا فصل گرمی؟ گرمی خوب طبعا که مشتری زیادتر می باشه. حالا خوب است، بازار خوب است. بسیار خوب. خب بعدی کجا میریم؟ کجا رو برای دوستان معرفی میکنیم؟ سالن طلایی رو میبینیم و فضای سبز رو میبینیم. بعداً سالن‌های طلایی رو به معرفی میگیریم. سالن زیبای لاجوردم دیدیم که واقعا یک سالن مقبول بود که نام خدا گنجایش نفر زیاد هم داشت و واقعا که به نظر من در هر جایی که آدم میره یا می هموطنای ما میخواین برن غذا نوشجان کنن جای آرامش بخش باشه، جایی باشه که آدم خوشش بیایه بسیار مهم است. دقیقاً فضایی که مورد علاقه دوستا و هموطنا باشن مهم است. بله بله. و می قسم که سالن لاجورد دیدین فضای سبز هم داریم که برای شما به معرفی میگیریم. فضای سبز ما هم گنجایش تقریبا 130 نفره داره که در بهارش لایتینگ بسیار مقبول داره. بله. استفاده میشه. فعلا هوا سرد شده، یک کم تغییرات دیش آمده. در هوای سرد فکر کنم اینجا زیادتر نشینن وطندارا دیگه. به خاطر واقعیت هوا سرد است و استفاده نمیشه. بازم علاقمندی دارن در روزهای هفتمی میشینن. دیگه در بار باز نوبت نمی باشه در فضای سبز بیرو بار. اینجا گفتین چقدر نفر گنجایش داره؟ اینجا 130 نفر گنجایش داره. و اون قسمتایش هم اونجا بازم تخت در نظر گرفته شده به خاطر دوستایی که میخوان چوکی استفاده نکنن در تخت‌ها میشینن و هر چیزی که خواستشون بود استفاده میکنن. من مطمئن هستم در فصل تابستان دیگه اینجا شاید تا نوبت باشه. واقعا بسیار بیرو بار می باشه. شما نظر به اینکه خودتان کار میکنین در مسلک رستورانداری، اگر به حیث یک شهروند یا یک مشتری بخواین یک رستوران انتخاب کنین و برین، کدام معیار در نظر میگیرین؟ واقعا دقیق که غذا مهم است. بله بله. و کیفیت هر مواد خوراکی که هست کیفیتش مهم است. در پالوش فضا مهم است، جایی که استفاده میشه و مهم است. اضافه تر از اون غذا مهم است که ما همه چیز در پایتخت در نظر داریم. هم جای موقعیتش و هم در غذا و جوس و شیریخ همه چیزی که هست دمی کوشش هستن. و خصوص غذا که وطندارای ما میگن پیسه ما میره باید یک چیز با کیفیت استفاده کنیم. انشالله که با هموطنا می پیشنهاد ماست که پشیمان نمیشن، پایتخت سر بزنن از نزدیک
ببینن انشالله خوششون میاد. واقعا که او قسمت هم پارکینگ است دیگه. بله دقیقاً پارکینگ داریم که گنجایش یک تعداد از موترها رو داره. بیرون هم فضای خوب داریم به موترها. با مسئولین است که محافظت میکنه از موترهای مشتریات. در بیرون و داخل هم پارکینگ است، بیرون هم جای فضا است بر موترها. دیگه باز بالا دیگه سالنایی که جدید افتتاح شده میریم او رو میبینیم. حتما دوستان منتظر همی هستن بله که سالن‌های جدید ببینن، سالن‌هایی که تازه افتتاح شده. یعنی که در کابل یک قسم یک رستوران وجود داره به نام پایتخت که وسط کشورهای همسایه بگوییم یعنی میشه واقعا که شاید بسیاری امی قسم شده باشن، مثل که من خودم امی اول که آمدم که فکر کردم فقط امی یک قسمت است، امی یک سالن است که بخش شیریخ است، ولی وقت داخل آمدم نام خدا رستوران بسیار کلان است. واقعا رستوران پایتخت از بیرون و قدر چیز نمیشه باشه از یک ذره. باز داخل که مشتری ها من هیجانی میشن که پایتخت واقعا یک جای بسیار سپرایز میشن گفته یگان تا. واقعا هم قسم است. بفرمایید میریم دوستا طرف سالن بعدی ما رو همراهی کنید. آمدیم به سالونی که در قسمت بالا قرار داره که نام خدا بسیار یک سالن مقبول است. قسمی که منیجر صاحب گفتن تعریف کردن واقعا که قابل تعریف است. پیش از اینکه معرفی سالن آغاز کنیم منیجر صاحب بر ما خاطره جالبتان از مشتریات یا دوران رستورانداری بگوین که بسیار براتون جالب. خاطره جالب زیاد است. ما یک خاطره داشتیم که یک شب از مشتریای آمدن که خارجی بودن، امریکایی بودن. داخل از بیرون آمدن داخل سالن که شدن دمو کلمات انگلیسی واو که مچم چطوره کوی بسیار خنده‌دار. مت یک موضوع را اشاره کردم دیگه. خاطرم تقریبا یک خاطره جالب بود. نام خدا مسلک شما قدر رفت آمد مشتری‌ها و همشهری‌ها زیاد میباشه که هر کدامش یک خاطره است. بله دقیقاً دیگه مشتری‌ها مختلف است، موقعیت‌های مختلف میان، از ولایت مختلف دیگه، از کابل از موقعیت‌های مختلف تشریف میارن. خوبی است که از خارج از کشورم گفتین میان. خارج از کشورم وطنایی که کابل میان بسیار دیر بعد مزتمن از پایتخت یک دیدن میکنن. بله. خب درباره سالن بر ما معلومات بتین که نام خدا بسیار سالن مقبول است. نام این سالن چی است؟ این سالن ما که دو منزل است. منزل اولش هم فامیلی است هم انفرادی مردانه است. طلایی نامیده میشه. طلایی. بله. نام خدا هم رنگ طلایی هم کار گرفته شده دیگه. زیاد مصرف و دیزاین مقبول و زیبا واقعا که استفاده شده. خوبیشی است که هر سالن نظر به دیکور دیزاینش نام ماندین. لاجورد هم قسم رنگ لاجورد و اینجا هم تو طلایی. واقعا هم درست دیگه. اینجا گنجایش چقدر نفر داره؟ پایینش البته. اینجا پایینش 200 نفر گنجایش داره. دیگه جمله 400 نفر گنجایش داره که به خاطر محفل میشه. این سالن دیکور میشه و مشتریایی که بوک میکنن آماده میشه به خاطر محفلان. بسیار خوب. محفل که مثلا 200 نفر باشه دیگه. بله. برامون است. بسیار خوب. و خوب است که اینجا استیج هم پیش از پیش جور بله. به خاطر محفل مشتریایی که چوکی به خاطر بعضی سالگرد و محفل شیرینی خوری و گپ استفاده میکنن. یک چوکی مد نظر گرفتن. بسیار خوب. و اگه دیکور دیزاین مشخص هم بخواین داخل رستوران میشه که برشون تیار؟ بله دقیقاً مشتری قسمی که میخواد پارتیشن گرفته میشه برش، قسمی که میخواد میز چوکی برش آماده میشه. بسیار عالی. مطابق خواست مشتری‌ها دیزاین دیکور میشه میز چوکی. بسیار خوب. و قسمت بالایی که از کلان فامیلی است. بله منزل دوم که حالا براتون به معرفی میگیریم مکمل بخش فامیلی ماست. این منزل اولش است که پارتیشن گرفته شده، یک بخش فامیلی داره و یک بخش انفرادی مردانه داره. بسیار خوب. میریم دوستا طرف منزل اول بخش فامیلی، اونجا رو معرفی میکنیم. منزل دوم بله ببخشید.
دوم سالن طلایی آمدیم که ما که میبینم این سالن چند رقم دیزاین شده که مثلا یک قسمت میز چوکی است و قسمت های داخل هم که مثل تخت است. بر ما معلومات میتن منیجر صاحب؟ بله یا در پایین هم کلبه داشتیم که منزل دوم کلبه داره. کلبه هایی است که به سطح بسیار بالا دیزاین دیکور شده. میشه که در ویدیو باز بله میبینیمش. هموطنای عزیز دیگه بسیار جای مقبول و زیبا دیزاین شده. واقعا که دوستان حال تصویر رو میبینین، ولی پیش از او این قسمت هایی که میز چوکی است اینا با چقدر نفر میباشن؟ این سالن تقریبا 150-170 نفر گنجایش داره. امرای تختای یک جای منزل دوی سالن طلایی است. مکمل بخش فامیلی است. بسیار عالی. بله فامیلیا مکمل از استفاده میکنن. واقعا خوب هم است که برای فامیلا یک بخش مشخص باشه که راحت هم باشن. دقیقاً مشخص است و فامیلا کلبای جداگانه است که میتونن استفاده کنن. فضای بسیار آرام و خوب است. و نام خدا بسیار دیکور دیزاین مقبول هم کار شده در این سالن. البته همین سالن طلایی که است در کل بسیار زیاد مقبول است. واقعیت همین قسم است دیگه. مشتریا که میبینن بسیار خوششان میه و همیشه تعریف میکنن، همچنان از غذا و سالنایی که از کلبا و همه سالنای پایتخت. بسیار خوب. میریم دوستا بخش کلبه ها رو میبینیم، درباره‌شان صحبت میکنیم که هر کلبه چقدر نفر گنجایش داره. بفرمایید. از این قسمت شروع میشه دیگه. اینجا از تقریبا 10 نفر میشه داخل بریم. بفرمایید. 10 نفر گنجایش داره هر کلبه که در این سایه سه کلبه است. دو کلبه ما که پالو در پالو است و یکی روبرو است که وسط بزرگیش زیادتر است نسبت به دو کلبه. نام خدا دوستا میبینین که چه کلبای مقبول جور کردن که امین داخلش میشه آدم خوش آدم میایه، که واقعا یک فضای خوب داره. پارتیشنی که گرفته شده دیگه خودتان میبینین دوستا دیگه. من هر قدر بگویم هر قدر تعریف کنم باز هم کم است. این کلبه 7-8 نفر یا الی 10 نفر. بله 8 نفر الی 10 نفر داره. تا کلبه‌ای داریم که 30 نفر ماشاءالله از فامیلیا میتونن استفاده کنن و بسیار خوب. مهمونیایی که دارن میگیرن همیشه بوک میکنن کلبه. پیش از اینکه تشریف بیارن بوک میکنن به اندازه تعداد نفر خود. بسیار عالی. و اگر مهمانی بزرگتر باشه، بزرگتر از 30 نفر باشه، بازی پارتیشن ها قابل انتقال است؟ این کلبه خونه است. باز سالن پایین هم جای است. دیگه سالن ها است که براتون پیش قبلا معرفی کردم. بله. پارتیشن میشه و چوکی ها منظم میشه برای محفلات. هر قسمت که دوست داشته سالن باشن. پایین ما جای زیاد داره. بسیار خوب. خب دوستا شما میبینین کلبای بسیار مقبول با دیکور دیزاین بسیار مقبوله که شده، با تمام سهولتایی که داره. بیشتر و هموطنای ما که میاین فامیلا به خصوص که میباشن داخل کلبه را خوش میکنن یا که در میز چوکی باشن؟ کلبه را زیادتر دوست دارن چون راحت میتونن میباشن استفاده کنن از غذا و میمونی خود. و بعضا چوکی هم استفاده میکنن. مشتری ها دوست دارن چوکی. فرق میکنه دیگه هر قصد نظر به سلیقه خود. بله. بسیار خوب دوستا کلبه پالو رو میبینیم، درباره از اون صحبت میکنیم. هموطنای عزیز، این هم کلبه بعدی است که نسبت به کلبه که قبلا براتون معرفی کردیم بزرگتر است. در حدود چند نفر؟ بله دقیقاً بیشتر یادآور شدیم. کلبه گفتیم داریم که 30 نفر ازش میتونه مهمانا استفاده کنه فامیلا. یکی همین کلبه است و بله دقیقاً در پالوش دیگه کلبه است همین سایز است که رایش از طرف است. بسیار عالی. دوستا قسمت که پیشترم براتون گفتم تمام رستوران مقبول است و بخصوص کلبه‌ای که در نظر گرفته شده به خاطر راحتی هموطنای ما بسیار زیاد زیبا هم هستن و محفوظ هم هستن. کسایی که دوست ندارن در بین عام باشن یا دوست دارن خاصا غذا نوش جان کنن اینجا بسیار برشان خوب است. منیجر صاحب برمی بگوین که یک رستوران خوب کدام رستوران است از نظر شما؟ رستوران خوب رستوران گفتم میتونیم که به مشتری غذایی که میخواه همون غذا رو آماده بتونه کرده و فضایی که میخواه همون فضا رو برش آماده کرده بتونه. بسیار واقعا هم که و بخصوص حفظ الصحه بسیار مهم است. دقیقاً
غذا دیگه مربوط صحت میشه که همه چیز باید پاک، فضا پاک، آشپزخانه و همه چیز مجهز و مطابق میل مشتری باشه. و هر شخص هم که میخواد بیرون بره به خاطر صرف غذا، اولین نکته که در نظر میگیره همیست که جایی را انتخاب کنه که پاک و منظم باشه، غذای خوب داشته باشه، پرسنلش منظم باشن و بخصوص رویه پرسنل هم بسیار در آمدن مشتری رول داره. دقیقاً رول داره و همیشه پرسنل ما که هست، شما باور کنین که مشتری مبره توصیف میکنه و مثل خارجی ها بگویم برشان تپ میده که به خاطر رویه و برخورد نیکی که دارن با مشتری پرسنل پایتخت. واقعا هم که امو مشهور شدن رستوران، معروف شدن و جای گرفتن در دل هموطنا اینمی است که رفتار و دیسیپلین و منظم بودن رستوران باید به سطح باشه که همشهری‌ها دوست دارن. دقیقاً. خب دوستا سالونا رو براتون معرفی کردیم که نام خدا 3 سالون بود که 2 سالون طلایی، 1 سالون لاجورد، ببخشید 4 سالون، 1 سالون هم سالون اول که بخش شیریخ و آیسکریم و جوس بود. اونا رو براتون معرفی کردیم. واقعا که یک رستوران زیبا و مقبول. و حالا میرسیم طرف غذا که اولین سوالی که میخوایم در این بخش از شما پرسان کنم این است که چند نوع غذا و به چی تعداد غذا در این رستوران آماده میشه؟ تعداد غذاها خود زیاد است. فست فود است، غذای وطنی است. باز میشه مطابق مینو براتون تشریح کنیم. تا غذای چینایی داریم، غذای خارجی هم از پالیش دیگه. غذای خارجی از کدام کشورها هست میشه بگیم؟ غذای هندی است، غذای چینایی است، دیگه غذای کشور دوستمون خود نمیشه و در جمع داخلی میره. تقریبا غذای ایرانی است، دیگه غذای وطنی خود ماست. بیشتر کدام همشهری‌ها دوست میکنن، غذای خارجی را یا داخلی را؟ فست فود هم استفاده میکنن وطنا، بیشتر پیزا استفاده میکنن. غذای هندی، هندی، چینایی تقریبا کم است، خب بازم استفاده میکنن. بسیار خوب. و بخصوص جوان‌ها دیگه امو شوقشان پیتزا و فست فود است. بر ما رو بگین که چند نوع فست فود خب انواع مختلف داره. پیتزا چند نوع اینجا آماده میشه؟ پیتزا انواع زیاد داره که تا نمیش تعدادش براتون بگویم. خب مطابق خواست مشتری برش آماده میشه. و در پولی فست فود ما غذای وطنی بسیار مزه‌دار که پلیترای پایتخت است، بسیار مشهور است که به خاطر محافل دوستا میگیرن، استفاده میکنن مشتری ها و پارسال تا میخواین زنگ میزنن. هم پلیترها رو زیاد انتخاب میکنن. آشپزای ایراتی داریم که بسیار غذا مزه‌دار کبابای انواع مختلف است که بعدا به شما به معرفی میگیریم. حتما دوستا. ما میخوایم که بریم طرف آشپزخانه ببینیم که آشپزایی که گفتن از ولایت زیبای هرات هستن، امروز اونا صحبت داشته باشیم و پلیتای غذایی که بسیار زیاد معروف است در پایتخت اونا رو ببینیم. ما رو هم
وطندارای عزیز، قسمی که براتون گفتم آمدیم بخش آشپزخانه که البته مهمترین جای در رستوران آشپزخانه می باشه و البته نام خدا آشپزخانه رستوران پایتخت بزرگ است و هر غذا بخش مشخص داره که فعلا ما آمدیم در بخشی که کباب آماده میشه. بله دقیقاً کوره کباب است قسمی که شما میبینین و کباب اولی انواع کبابایی که در رستوران تان آماده میشه اینجا است. بله تقریبا تعداد کمش است. کباب ماهی است، از ردیف اول شروع شده، قسمی که حکیمی کبابپز پایتخت آماده میسازه. کباب ماهی است، کباب کوبیده ماست و کباب جوجه و کباب چیز است، تکه کباب است و کباب چوپان است. بسیار عالی. کبابای مختلف است. هنوزه کمش است. این تعداد کمش است. بله یعنی از این بیشتر هم کباب بیشتر آماده کبابا میشه. داریم، بله که آماده میشه، مشتریات تقاضا میکنن. کباب دیگی داریم که ایراتی است، بسیار مزه‌دار. کبابای زیاد است. این گوشتایی که مثلا استفاده میشه که بگوین ماهی کدام ماهی است که کباب شما نمیکنه؟ ماهی بدون خار است که استفاده میشه. دیگه بسیار یک ماهی مزه‌دار است. دیگه کوبیده که است، کوبیده نگیندار است. کم گوشت گوساله است و نگیندار به خاطر گفته میشه که سینه مرغ امروز استفاده میشه. بسیار خوب، یعنی دو گوشت میکس دو کردن. گوشت میکس است. بله امروز چلاو مشتری زیادتر استفاده میکنه و بدون چلاو و دمی سینیام زیادتر از استفاده میشه. در سینیام استفاده میشه، بدون سینیام استفاده میشه. و بعدیش دیگه کبابای بوتی است، از سینه مرغ است، استخوان‌تار به استوانش است. دیگه کباب چوپان است، شما خب بلد هستین. بله. چوپان کباب تکه کباب است. اون تا کیفیت و مزه و گوشت تازه و گپا فرق میکنه. از ما تازه استفاده میکنه میشه. و اینا اخته یک شب پیش میشن یا یک ساعت پیش میشن؟ دقیقاً شبانه اخته میشه، روزانه به مشتری ارسال میشه. و چقدر مثلا هر روز معلوم نیست دیگه که بازار چقدر مشتری می باشه. باز چقدر مطابق مشتری بازار خوب بیروبار باشه، دفعتاً دگان گوشت اخته میکنن، آماده میسازن اون خاص مشتری. و آشپزتان که در بخش کباب است که معلوم میشه نام خدا تجربه زیاد هم داره. چقدر تجربهشان باشه؟ اضافه تر قسمی که من معلومات دارم از 7 سال 8 سال خبرای ماست قبل از اون بوده دیگه. حکیمی بسیار بلد است در کباب. امی کباب پخته کردن هم مو طریقه خود میخوای، هر کس نمیتونه. مو اخته کردنش و پکه زدنش همه چیزش فرق میگن امی کباب تکه کس یک رقم پوست می داشته باشه در روی خود که اگه او رو پس نکنه کباب ایت نرم نمیشه. همین قسم حکیمی صاحب دیگه معلومات زیاد داره دربارش، همیشه زحمت میکشه و یک کباب بسیار مزه‌دار آماده میسازه. منیجر صاحب شما خودتان کدام کباب زیاد دوست دارید؟ والا ما زیادتر مصروف می باشیم، هر کباب کیلومتر میخوریم دیگه، زیادتر چوپان خوش داریم بخوریم. خب بخش کباب دوستان معرفی کردیم که نام خدا انواع کبابا رو اینجا آماده میکنن. آشپز با تجربه و لایق رستوران پایتخت که شما خودتان هم در تصویر دیدین کمیال هم کبابا آماده میشن. بخش بعدی که بریم کدام بخش است؟ بخش بعدی از بخش فست فود است که یک پیزا زیر کار است، همون رو میشه ببینین و لندا و شهریا ببینین.
دوستا قسمی که منیجر صاحب گفتن آمدیم به بخشی که پیتزا آماده میشه که البته انواع پیتزاهای رستورانتان متفاوت است. بله انواع مختلف داره که از اسپیشال پیزای پایتخت شروع است دیگه تکه پیزاست و پیزای ماهی است دیگه انواع مختلف پیزاست دیگه بخشش است که میبینین یک پیزا زیر کار است و این پیتزای سمال است دیگه. بله این سایز سمال است. کدام مواد را استفاده میکنن؟ همون نوعیت پیزا فرق میکنه دیگه همون پیزایی که آردر گرفتن همون پیزا موادش هر کدامش فرق میکنه. قسمی که میبینین از ترکاری و گوشت گرفته پنیر و همه چیز استفاده میشه. موادی که در پیتزا استفاده میشه مثلا گوشت است، پنیر است، اینا رو چی وقت آماده میکنین؟ مواد ترکاری و گوشت و پنیرش قبلا آماده میباشه از سر صبح دیگه. به خاطر که فعلا خوب خنک است ولی در گرمی زود این مواد خراب میشه. بله او درست منتها باز یخچالای مختلف است که مواد خودش در سرخانه و یخچال گپا میباشه. بر علاوه پیتزا دیگه کدام فست فود آماده میشه؟ بر علاوه پیزا چیکن برگر است، بیر برگر است که انواع مختلف داره. زنگر برگر است دیگه. تعدادش زیاد است. به اون قسمتی که دوستان شاید در تصویر دیده باشن شورما است. انواع شورما است. شورما ترکی داریم، شورما پاکستانی داریم، شورما بخش شورما است. بخش هم یکی از برادرای ما هستن که در بخش پیتزا یک پیتزای متفاوت‌تر آماده می‌سازن. خواستیم همراهشون صحبت داشته باشیم. 3 دقیقه دیگه 3 دقیقه دیگه. سلام علیکم. سلام، خسته نباشید. خوب هستین؟ تشکر، زنده باشین. اسم مبارکتون چیه؟ اسم من رامین. رامین جان عزیز، بر ما بگو که امروز پیتزایی که آماده می‌کنی چند اینجا؟ پیتزایی که آماده می‌کنیم این پیتزای آخری است، اکسل میگن. پاتنوسی میگن. پاتنوسی پایتخت 90 سانتی است. پیتزای متفاوت است. بله، دبل اکسل است، 90 سانتی است که در رستوران پایتخت فعلا ما آماده میکنیم. چقدر وقت میشه خودت در این بخش کار میکنی؟ من زیاد وقت میشه در این بخش کار میکنم. تقریبا 12 سال چون هستم خوردیم. شوق علاقه که با آشپزی داشتم، خصوصا در بخش فست فود. زیاد وقت میشه هستم خوردیم. تجربه نام خدا دیگه خوب زیاد. بله ان شاء الله. خب آماده که در جریان آماده ساختن صحبت هم میکنیم که اول کدام چیزا رو استفاده میکنی و من دیدم که خمیر زیر پیش از اینکه مواد داشتن یک بار داشت ماندی. بله، به خاطر که ما آماده خمیر نداشتیم که یک ذره خمیر ما آماده شوه، چون زیرش هم روغن چرب کردیم، خمیر آماده کردیم که باز عین انداختن باز از قالب برای استفاده کنیم کنش نگیره از خاطر. بسیار بفرمایید. سس ما سس پیتزا میگیم. سس پیتزا. این خودتان آماده میکنین یا آماده از بازار میگیرین؟ نه خیر، خودمون آماده میکنیم. فلان چیزی که میبینین خودمون آماده میکنیم. بله. فقط مصالح و چیزایش از بازار میگیریم. دیگه چیزایش خودمون آماده میکنیم. و کل می مزه پیتزا هم در سسش هست دیگه. در سسش از بله متفاوت از چیکنیش هم از سسش هم هست.
دوستان شما میبینین که پیتزا رو آماده میکنن که پیتزای بزرگتر است، پتنوسی که نام بسیار جالب هم داره. دیگه فعلا سس اضافه کردن و سس هم دیگه به مقدار ضرورت در مقدار ضرورت. بله در کل پیزای ما به مقدار ضرورت سس اضافه میکنیم. بعد از سس باز کدام مواد اضافه بعد از سس مثلا اگر اسپیشال باشه چیزای دیگه اضافه میکنیم. اگر اسپیشال نباشه چیکن باشه متفاوت است دیگه، فرق میکنه پیزا. مهربان بیننده برنامه ما بودین که رستوران زیبای پایتخت بر شما عزیزان معرفی کردیم. همچنان غذاهای متنوعی که در پایتخت آماده میشه هم دیدین که پیتزای دبل اکسل بر ما آماده کردن، نوش جان کردیم، واقعا مزه‌دار بود، لذت بسیار خاصی داشت و سپاسگزاری میکنم از شما بسیار زیاد که در برنامه ما را همراهی کردین. تشکر همچنان از شما، زحمت کشیدین. خواهش میکنم. دیگه ان شاءالله که غذاهای پایتخت بیننده‌های صفحه شما از نزدیک ببینن، پایتخت سر بزنن ان شاء الله. من تشکر میکنم. خوب و خوش به اونا میخوایم، به شما تشکر میکنیم که تاییدم با ما بودن. بخیر باشین. سلامت. تشکر. اگر پیام داشته باشین کامرا در خدمتتان است. باز پیام می است که وطندارا جور و خوش آرام باشن. تشکر از شما. زنده باشین. بخیر سلامت باشین. وطندارای عزیز، سپاسگزار شما همچنان هستم که همیشه بیننده برنامه‌های ما هستین، حمایت میکنین. در مورد رستوران پایتخت منتظر نظریات و کامنت های زیبایتان هستم. این بود برنامه امروز ما. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتون.